کی هستی؟ نهاد تو باشی. خدا شما را خوش پیر گرداند. نه، این حقیقت نیست.
من تو رو دوست می‌دارم. تو رو از وقت اول دیدنم دوست می‌دارم زهرا. از اون دمی که مفتونی اون چشمان کبودی تو شده بودم. از اون دمی که زهرا چرا اینقدر برای من خواطر میشوی؟ ایستا التماس نرفت. تو رو دوست می‌دارم. تو چی گفتی؟ تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. اگر خواهی من به همه میگویم. فقط خواهش میکنم نرم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. کی هستی تو؟ تو در نزد قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای وای، این زینب است. از تو پرسیده ایستادم. کی هستی تو؟ این دختر اینجا چیکار میکند؟ اگر چهره‌ام را ببیند از کی بودنم شبهه میکند. توکل نمیکنم. باز میآیم جانم. ایستا. از این دختر نجات نیافتم. ایستا. با تو گفتم ایستا. تو کی هستی؟ در سر قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای بلا زند، او دردی سرم شده است. پشه خیره. کجا شد او؟ ایستا گفتم با تو. با فکرم خلاص شدم.
زاغ سیاه؟ او زاغ سیاه را از کجا میشناسد؟ جاها گفته ایستادم هر نفری که نقاب پوشد زاغ سیاه میشود. خوب، ولی کی هستی این آدم؟ تو کی هستی؟ چرا در بالای قبر زهرا بودی؟ چرا مثل کلاس نقاب زاغ سیاه پوشیده ای؟ از پسی چی هستی؟ ایستا، با سوالهایم جواب بده. جین زند. کی باشد این آدم؟ اون آدمی پست رو میکشم. او چه خیلی جرأت کرد. از تو دیده من خودم بسیارتر میخواهم او را کشم، ولی او گروه را زنده میخواهد. باز یکان خطای نکنی. گفته های گروه را چی کار کنم؟ برای من تو مهم هستی. این خیل باشد گفتم را بکن. قهرمان را به من واگذار. اگر خواهی قهرمان باش، اگر خواهی کیلس، دوست داشتم را ضرر رسانیدی، تو را میکشم. آن دختری دردی سر در همه جا روبرویم میبراید، در همه جا. انگشتری نیست. کجا شده باشده؟ دیوانه میشوم. انگشتری نیست. در قبرستان افتاندم چی؟ از پشتیان بشرم. زهرا زیا اکنون باید به این خاتمه دهیم. مانع تو نشدم، ولی خودت رو به خطر میاندازی. گذشته‌ات رو فراموش کن. در پیشت آینده نوی هست. از آنجا دور شو و برای خودت زندگی نو بساز. برای من آینده نیست. زندگی نو نیست. تنها خاطره های گذشته مانده است و خلاص. و انتقام. پروای من رو نکنید.
کجا باشد؟ همه خانه را تگورو کردم ولی انگشترین را پیدا نکردم. چیکار کنم دیگر؟ همش از پشت آن بیشرم، همش. همکار چوبها نخوردی؟ از کجا؟ نه نخوردم. با خانه ما بیا. آخر هر سحر همان جایم. شرمنده میشم همکار. میدونی که پدر من یک رو است، خانه را از دستت میگیرد. کنی تیز بیا، منتظر میشویم. ای بدبخت، مطرح نگفتیم که این محله هوی بخه در جک ها دیگه تو نخه. ما که گفت زدم مرا نگاه که حیوان فهمیدید پدر نله بر رئیست بگو که من موکم وای مکنه. چی گفته ایستاده شما؟ با طرفی که واهمه دارید؟ جورا من دوم خوده کردم. اکا جان نغزین سوزین تینجین بردم اکا این فرزنده خونه همه طرفه تینجه اکا سی میفوره اکا دولی میگیری چی میگیری گرفتن گیر اکا جان. اینجا محله خطه. چیگه پس اینجا ها؟ شوکت. چی شد شوکتی ترسانچک؟ کمی پیش واهمه داشتی کو؟ اکا استغفرالله، یک بار همین روی نورانی مرا نگاه کن، نخواد من واهمه کنم اکا جان. خاموش باش، با پایت یک تیر میپرانم تو که عقلت بسرت آید. اکا به خدا التماس اکا جانی خیلی نکو در نامت مرم اکا. به خدا تو فیلم اکا دین خریدم که 250 مجدادگی نیست اکا در نامت مرم. اینا پراندی ها پوچه من چلاق شد. همین چی فایده میگیری اکا؟ التماس اگر یکون زمینه داشته باشی بیا برم موقع چابک پابک کنم، این فایده میشه و تو نه. کمیسر مراد؟ ای شوکت، یک بار سرت را در بلا نگذار. سرت را یک بار در بلا نگذار. اکای مراد چی وای ما داری؟ بچه هم کاری همین مرده که من خودم حل میکنم. چی دخالت میکنی؟ خاموش باش، حل میکرده است. تو در این حیات چی را حل کرده ای؟ اکای مراد مرا گوش کنید. همین گپایی که شما گفتیستین در این محله عیبای به خدا اکا. گوش کن شوکت، با سرت بلا نخر. اگر با سرت بلا هم آمد به من زنگ نزن. به همین من رقمای تر ندارم حیوان. به من زنگ نزن. رنگی کلتکیلس گبزه توبه. شوکت، کارهای بیمعنی نکن. با چنین کارت سرت در بلا میماند. اگر به بلا هم گرفتار شدی مرا زنگ نزن، فهمیدی؟ آنها کمیسر گپای برادری مرا گفتی؟ توبه استغفرالله. اینها رو در کدام طرف گذارم؟ این کاردها رو این خیلی گذارید راست برابر. فهمیدم عزیز. یک دقیقه، این مربای چی است؟ مربای آلوچگی است خانم. لطفاً از این پس با دقت‌تر باشید. در نزد خانم زینب مربای آلوچه نگذارید. الرژی دارد، بعداً چشمانش ورم میکند. فهمیدم خانم. فراموش نکنید همه آن عطرهایی که در نزد آینه هستن گیرید، باز بوی کشیده درد سر نشود. میلش خانم، میگیرم. های چه خیلی دختری عجیب بوده است. آدم عطر بوی کشیده از هوش میرفته است، برعکس به هوش میآید. بله به هوش میآید. باز دیگر چیزها هم هست. باز چی هست؟ زینب شلی از مربای آلوچگی الرژی دارد. اگر بوی عطر به مشامش رسد از هوش میرود. او بازی رو نمیتواند. از شکلات نفرت دارد. از بلندی میترسد. فیلم های عاشقی رو دوست میدارد. زینب، ما از هم دیگر اینقدر فرق داشتیم. چرا مربای آلوچگی رو دوست نمیداری؟ اهل خانواده زینب رو خوب میشناسند. باید با دقت باشم. زمانی منم فیلم های عاشقی رو دوست می داشتم. ایستد! در این میز چیزی نمی رسد. شیری مرغ؟
حالا هم نفهمیدید؟ سلطانم در کجاست؟ مادرم خودش را کمی ناراحت حس میکند. چی؟ دیرتر صبحانه میکند. با سلطانم چی شد؟ چیزی مهمی نیست، نوش جانتون بود. دینا شب یک بار خیسر رفتی ما را حیران کردی. یگان مشکلی باشد گپ زن. معلوم شود که بسیار یک مسئله شخصی بود. یک بار علامت کرده بپرسیش خیسر رفتی. آیا این دختر همسر آینده هست است؟ با او دردی دل کن. ببین بسیار غمگین است. همسری آینده؟ خدا نشان ندهد. معلوم است که بسیار غمگین شده است. تمام شب از تو پرسید آخه؟ البته که پرسیده است. دیشب در قبرستان از پسم دوید بشه. وای جناب عزمی، دیشب تعجیلا یک کارم برآمد، باید زود میرفتم. یک بار خسته رفتم، بخشش میپرسم. تمام پسرم تمام. علامهای دلت که بیدار شد میتوانی به همسر آیندهت آنها را حل و فصل کنی. من هم بسیار فهمیدن میخوام. نازیه جان، همون مربای اولوچگی رو به من نمیدهی؟ بده. ملیس، زینب اگر از مربای اولچگی الرژی نداشت؟ بسیار مربای بولذت بود است. خیلی وقت شده بود که این خیلی مربای بولذت نخورده بودم. زینب چیکار کرده ایستادی تو؟ نباید این رو خوری. کنی از دهانت برار. تو الرژی داری، کنی آن رو برار. فراموش کردم. زینب تو دستی امیلیس در پوشش تب کن. کمیشر برو. چی ایستاده ای؟ و همسرت یاری رسان. آخر هیچ چیز نمیشود جناب عزمی. چی کار کنم جناب عزمی؟ سلفا زده ایستاده است. سلفا آش شود. کنه آب بنوش. بگیر نوش. ملیس، وقتی که زینب الرژی شود با او چی میشود؟ چی میشود؟ آخر چشم رویش ورم میکند. من مخصوص دوره دارم. دورو. یا خدایا چه خیل شد که تو فراموش کردی. آن اسپرین نیست مگر؟ این بسیار دوروی خوب است ملیس. در حال الرژی رو برطرف میکند. شد ورم نکردی همی خیلی؟ نه خوبم. این انگشترینی زهرا است. زیا نوشته شده است. خانم زینبی رو از کجا پیدا کردی؟ وای من همین رو به شما نقل کردن میخواستم. در قبرستان یافتم. چی؟ در قبرستان؟ دزدی افلاس انگشترین را دزدیده است. بله، من دیشب به مزار زهرا زیارت رفته بودم. در سر قبر یک آدم رو دیدم. یک آدم رو؟ بله. بله، انا همان است. کلتا کلاس است تو. آن کلتا کلاسی بدبخت بسیار فریبگر بود. پدر جان بسیار ترسیدم. نترسانم، نترس. پدرت اینجا هست. پدرت را محافظت میکند. آن کلتا کلاسی بیناموس میدانی از من بسیار سخت میترسد. از تو چرا میترسیدم؟ دیوانه. به این هم با کلاس یکی صبحینو تمام داشتیم. اژدهای سرخ رو او به سرمان بلا کرد. اگر باید به او نشون میدیم پدر. انا همینجا هستم کمال. چیکار میکنی؟ بکردیه. خاموش باش، خاموش. در اصل آن اژدهای سرخ را به سرمان تو آوردی. تو مصیبت کردی. آخر پدر من چیکار کردم؟ جناب عزمی با او سر و کار نگیرید. ارزنده نیست. بخشش؟ ما با هم شناس هستیم؟ همدیگر رو نمیشناسیم. من تو رو بار یکم است که میبینم. تو چی خیل من رو نمیشناسی؟ مجبور نیستم که تو رو شناسم. من با تو صحبت نکرده بودم مادر. خوب پدر. بس است آخیر. ما میخوایم که یک چیزی مهم رو فهمیم.
کلتکل زنده است یا مرده؟ خانم زینب شما روی آدم رو دیدید یا نه؟ این بیشرم رویم رو دیده است و پنهان میکنه چی؟ خانم زینب کمیسر زبید سوال داد چهره آن آدم را دیدید یا ندیدید؟ کمیسری بیشرم اگر چهرش رو میدیدم به تو میگفتم اگر متاسفانه ندیدم. یعنی قبرستان بسیار تاریک بود. من از پسی او رفتم ولی او گریخت. بعدا نقاب رو به سرش کشید. به فکرم وقتی که میدوید به 90 ها رسیده این انگشترین رو افتونیده است. بس است این همان کلتکل است که ارواحش به قبرستان آمده است. مزار زهرا را ارواحش پاسبانی میکند. دیوانه خودت به دست بگیر. آخر کلتکل است گفته ایستادم نمیفهمی تو؟ این مردک از کجا میدونه که کلتکل است؟ میدونه جناب زبید. یعنی 2 سال پس انگشترین زهرا پیدا می شود. غیر از کلاس دیگر هیچ کس شده نمیتواند. خانم میلیس میفهمم اما این دلیل کافی نیست. شاید انگشترین رو نفر دیگری گرفته باشد. دیگر کس در آرامگاه زهرا چیکار میکند؟ باید در حال انگشترینم را بگیرم. یا الله کمکم کن. خدایا من باید با سنم صحبت کنم. یاریم کن خدای مهربان. پسرم در خونه شما زنگوله نیست؟ چرا تک 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 در رو میکوبی؟ مادر جان روزتون بخیر. مادر جان؟ آها خدا شفای دهد. با فکرم تو در خوردی از بالای بام افتادی. چه خیل مادر؟ خاله جان باید با سنم صحبت کنم. چی صحبت کردن میخوای با سنم؟ مخفی است. مخفی؟ پش پش چه خیل مخفی؟ به این هم دخترم از پشت تو بیمار شده است. چی؟ سنمی من بیمار شده است؟ حاضر از هوش میروم. پسرم باز با تو میگویم نمیفهمی تو؟ بله بیمار شده است. از پشت تو شده برختی خواب افتیده است. خاله جان من باید در حال سنم رو بینم. نمیشود. لطفاً سنم با من احتیاج دارد. وجودش ناراحت شده است. یک طرف است وجودش ناراحت بوده است. من تولد کردم نمیدونم. تو از کجا میدونی؟ اجازت نمیدهم. هجری از پشت تو شده برختی خواب افتیدم. احوالم رو ببین. سنم جانم چی شده از با تو؟ باز میپرسده؟ رو از اینجا تو رو دیدن نمیخواهم. خدای این رو ببین. تو حجره خوابی دخترم اومده است. پسرم تو گپ رو نمیفهمی مگر؟ دخترم از تو هیچ خوشش نمیآید. کنی رفتیم پسرم رفتیم با بیرون. خاله جان یک لحظه اجازه دهید باید با سنم صحبت کنم. سنم میده چم چرا با خودت جبر میکنی؟ آخر من تو رو دوست میدارم. تو رو با تو باور نمیکنم اجری. تو با نزد آن گهواره بخشد رو فهمیدی؟ ای رنگی دیوانه ها گپ نزن. من تو رو دوست میدارم. کدام گهواره بخش؟ با تو باور نمیکنم. برای باور کردن چیکار کنم من؟ از راستی تو میخوای که با تو باور کنم اجری؟ میخواهم البته. شد تمام. کنی من کمی فکر کنم که تو چی باید کنی؟ تمام فکر کن. کنی بینم چیکار کرده میتوانی. فکر دارد. یافتم. تو حاضر با مناره مسجد میبروی. برآمدی ها؟ در حقیقت از آنجا طوری صدا میدهی که همه محله داند که مرا دوست میداری. در نزد همه شرمنده میشویم. تمام داد میزنم. ولی شرطی دارم هجری. گوهر بخشد هم باید شنود که مرا دوست میداری. چی شد هجری؟ چرا خاموش شدی؟ تو مرا
رو دوست نمیداری، رو از اینجا. رفتیم پسرم، وقتت با آخر رسید. رفتیم کنی رفتیم بیو رفتیم. مایلش سانم، با منوره برآمده به همه اعلام میکنم که تو رو دوست میدارم. در حقیقت تو نشونوام باور نمیکنم. بیا بشنو. رفتیم. خیز رفتیم. نه سانم بیمور هستی. نه آخر سانم نرو، بیمور هستی. آخر سانم ببین آخر مرا گوش نمیکند. سانم نرو، بیمور هستی دخترم. چی میگوی همکار؟ در آنجا نخواستم که دیگرها به وهم آیند، اما این آدم کرتکلس است. شاید یگان نفر دیگر باشد. چه خیلی که گفتی در دستمان دلیل کافی نیست. آخر بجز کرتکلس کی میتواند باشد؟ کرتکلس اکه اونالی جونا مر کرد. یک نفر پلیس کشت. حتما انتقام او را میگیریم. من هیچ کس را نکشتم. سلاح جنایتی را پیدا نکردیم. اگر کیلس زنده باشد هم برای او را محبس کردن دلیلی نداریم. چه ها گفته ایستاده؟ چه خیلی دلیل؟ فراموش کردی؟ کمیسر لوین با چشمان خودش دیده است. تسلیم شو به شرف. اونر بیعقلی نکن، رها کن روان، من گناه ندارم. اونر سردار ما پروندیم. حیاتو تو کرد. من نپراندم لعین. اگر وای کرتکلس باشد برای انگشترین برمیگردد. درست میگویی. با دختر چیزی نشده باید انگشترین را از او گیریم. کیلس شاید با او ضرر رساند. ما اولی نمردم. تو با ماشین رو من میآیم. گپ نیست. کاری دختر رو زود باشه، دیر شد. کافه رو رفته شدن لازم. بله امروز این خیلی شد. بله این هفته کمی کار زیاد است. با فکر من در حال باید رویم. از اون کلچه خنده کرده بودی باز کنیم امروز. بسیار با لذت اومده بود. بله بسیار با لذت می شود. بله بسیار با لذت. خانم زینب یک ثانیه میتونیم صحبت کنیم؟ خیر این خیلی باشد ما میرویم دخترها. رفتیم. در کافه و میخونیم زینب جان. بله میتونیم صحبت کنیم. زینب یک ثانیه تمام شد. چی؟ برای کار. یک دقیقه. باید از تو آن انگشترین را گیرم. کدام انگشترین رو؟ انگشترین نامزدی زهرا شنلی را باید از دست تو گیرم. چرا میگرفته ای؟ چون که این دلیل یگانه است. دلیلی چی؟ اگر کلاس زنده باشد برای دستگیر کردنش به این احتیاج دارم. مرا ببخش، این آخرین خاطره دخترم که من است. به هیچ کس نمیدهم. خواهش نکردم. در حال آن انگشترین را به من بده. ندیهم چیکار میکنی؟ کنی بده این را. نمیدیم آخر. زینب انگشترین را بده. بگیر. رهایم کن آخر. سرده زینب انگشترین را بده گفته ایستادم. زینب بده گفتم.
کمیسر مراد زینب با بازی کردن نمیتواند، نجات بده او رو. بازی رو نمیتواند؟ بیا کمکت کنم. بیا. چی؟ بازی کردن نمیتواند؟ ای دختر چیکار میکنی؟ بیا برارم تو رو. ملیس زینب با بازی کردن نمیتواند. چی گپ است؟ دخترم نجات ده را، یاریش کن غرق نشود. زینب خدایا بیا اینجا. زینب دستت رو با من. زینب جان دستت رو ده. زینب دستت رو با من ده. دستت رو با من ده. ای ماهی سرش میکش. برو برونت از اون. شما چیکار کردید؟ یاری تجلی رو جغزنه. یاری تجلی. ملیس ای واه نفس نمیگیره. چیکار میکنیم؟ هیچ چیز نشده است. آرام شوید. هیچ چیز نشده است. چی خیلی هیچ چیز نشده است. چی خیلی افتیدید؟ آخر اینجا پایم لغ شد و افتیدیم. برود زود بابای هوای سونی بیته کی میموند. بوسه کن. بوسه بوسه دی هم نفسی سونی بیده. کمیسر مراد شما این کارها رو خوب آموختید. آخر نجات بدید زینب رو. نه من نمیتوانم. نمیکنم. چی خیلی نمیکنی آخر؟ اگر تو نکنی من نکنم. یا خدایا زینب میمیرد. به شرم از هوش رفته است. انگشترین را گیرم. این بدبخت کجا شید؟ چی گپ اینجا؟ زینب چیکار کرده ایستاده ای؟ حالا میبینی تو رو به سود میدهم. چیکار کرده ایستاده ای؟ تو پلیس رو زدی میفهمی؟ غریب غرق میشدم. بس که هات بیا بریمی. زینب جان تو خوب هستی؟ دختر از هوش رفته بود. پدرت مجبور کرد که نفسی سونی دی هم. چیکار میکردم؟ این مراد بس که سر ویرونه که چخل نفسی سونی دیونه. حیوان متر 10 بار گفته که دختر را گرفتنی. مدام معقوله نمیفهمی. چیکار کردم زبایک؟ متر نپرسیده بودم که دختر معقول تو کنی. ولی من هم به تو نگفته بودم که خوشم نمی آید. خچی بعد دوی میبینید که قفم دختر میگردی. من هم گویا او رو بسیار میخواستم. برای انگشترین رفتم. ندانسته گپ نزن. انگشترین در گجای بعد گرفتن نتوانستم. چیکار کنم؟ تو رفته گیر کنی بینم. بس که نور نمی گپاتا. برای شیم کسون تعلیش کن بیا. ما باید خاطر کمیسر اون رو پیدا کنیم. پیش درا. خدا لعنت کند. رفتیم. کمیسری بیروی این انگشترین رو به تو داده که الان رو به تو میدهم مگر؟ خاله جان از این میمون خلاص شدیم. اکنون رفته یک کرته عروسی ببینیم. میبینیم دخترم میبینیم. آخر شما خوب هستید؟ چه خیلی کرته عروسی است برای خدا. مادر شما چی ها میگوییم؟ مرا سوختی سوزاندی خاکسترم کردی. آسیا زود باش رفتیم. و خیر است گونه چی شد؟ پسرت هجری به بالای مناره مسجد برآمده است. آخه در بالای مناره چیکار میکنه؟ قوه برق خاموش شده است. ایوجا از آن میته چی؟ نه آسیا پسرت از بالای مناره به تمام محله سنم را دوست میدارم میگوید. چی؟ تو چی میگوی؟ تو چی گفتنت را خودت میدونی؟ از زیبا سنمی ترکیه شنیدم. وای چه بلا به سرمان اومد. خاله اگر این راست باشد من باید هجری رو پرانم. دخترم چه خیلی میپرانی. اویست اولی رویم کار رفهمیم. رفتیم. خاله چی گپ شده باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مهربان به من کمک بکن. یک دو سه چور. یک دو سه. یک دو. یک. جماعتی عزیز. صدا بر اومد. دقت. مردمی عزیزی محلم، من با اینجا به خاطر یک چیزی مهم رو اعلام کردن برآمدم. شما رو برای اعلام کردن
дар ҳавлии масҷид мунтазир ҳастам. диққат диққат ҷамоати азиз, шуморо барои эълон кардан дар саҳнаи масҷид мунтазир ҳастам. ё худоё, ин ҳоли маро бубин. ҷамоати азиз биёед, бифармоед. ҷамоати азиз омада истодам. ҷамоати азиз, камтар зудтар ҳаракат кунед. бачам, дар у болои манора чӣ мекунӣ? ҳозир вақти аз он нестай ку. фуро мардуми маҳалла ҷамъ шавед. ҳиҷрӣ, мард бошӣ ки худта парто. марди ҳақиқӣ анам хел меша парто. дарди ишқро диди ҷура? диди чӣ хел корҳоро мекунам барои ишқ? ҷамоати азиз, марҳамат. ҷамоати азиз биёед. ӯ чӣ кор мекунад? чаро онҷо баромадааст? муҳтарам ҷамоат, сафҳоро рост кунед, байнатон холӣ намонад. шайтон дар байнатон медарояд. ист ҳиҷрӣ, ист. аввал ҳамон гавҳора бахшад ҳам ояд, баъдан эълон мекунӣ ки маро дӯст медорӣ. бачам, нагӯ нагӯ, соф ба ӯ духтар дӯст доштанта нагӯ. маймуни ҷодугар, ту ҷоду кардӣ ки ҳиҷрӣ ба болои манора барояд, ҳа? гӯш кун девона, камтар пас хоҳӣ дид ки чӣ хел ҷоду кардам. бору бандатро ҷамъ карда каме пас аз ин ҷо меравӣ. мунтазир шав. ҳиҷрӣ, бигӯ. мошалло, дар намоз ҳамин қадар одам намеояд. бисмиллоҳ. ҷамоати азиз, бародарону хоҳарон, ҷамоати муслимин, амри маъруфи имрӯза. санам, шармандам кардӣ. ман чиҳо гуфта истодам? кани ҳиҷрӣ, кани бигӯй. тамом айдача мегӯям. агар бигӯӣ, туро аз манора мепартоям. чӣ гап аст ин ҷо? ака ҳиҷрӣ ишқе ки ба санам дорад эълон мекунад. о ҳиҷрӣ, чӣ хел ту одами романтик ҳастӣ. ман ҳам ба манора баромада ишқе ки ба сайрам ҷонам дорам эълон мекунам. омухаҷиб, худут медонӣ ки амн духтар писале дорад. сар такор фармо чӣ гуфтести? мепаронамон, бадбахт. як корое мекунӣ акай канон. бошад, бе ин ҳам ӯ дар дили ман парондааст. бигӯй охир ҳиҷрӣ, мунтазири чӣ ҳастӣ? беҳуда ҳавас нахӯр маймун. ҳиҷрӣ туро не, номи маро эълон мекунад ва маро дӯст медорад. бародарони ҳамдини ман, дилҳои моро ба якдигар танҳо ва танҳо худованд гарм мекунад. ишқ худаш як ҳиссиёти бузург аст. худо аз ин ишқи бузург ба ман ҳам насиб гардонид. ин дили маро ба як бандааш моил гардонид. ҷамоати азиз, ман мехоҳам ки ба шумо як чизи муҳимро бирасонам. аниқтараш як нофаҳмиро ислоҳ кардан мехоҳам. ман сайрами девонаро дӯст медорам ва мехоҳам ки тамоми дунё инро донад. вой, магар ин зебо санами пуркияро дӯст намедошт? чӣ? сайрами девонаро дӯст медорӣ? яъне чӣ хел? модарҷон, шуд духтарам, ором шав. ту чаро ҳайрон шудӣ, маймуни ҷодугар? ҳиҷрӣ охир туро не, маро дӯст медорад. ба ту гуфта будам. кани падару модаратро гиру рав аз ин ҷо, рав. ӯ ҳозир чӣ гуфт? ака, ба худо ма ҳам ҳайрон шудам. мега сайрами девонаро дӯст медорам. охир ҳиҷрӣ, ту инро чӣ хел ба ман кардӣ? ака, хита ба даст бигӣ. ҳар чӣ ояд бар сари канъони бадбахт бигзарад. тайёрӣ туя бинем. ҳиҷрӣ акнун номуси ман мебошад. 40 шабу рӯз туй мекунам. модарҷон, чиҳо мегӯяд? санам, диди қодир аз аввал духтарамонро ҳеҷ дӯст намедоштааст, боз духтарамонро гирён кард. санам, о ту духтари маро чӣ хел гирён кардӣ? оҳ, эълон кардам, дилам сабук шуд. санам дар куҷо аст? санам, майдачам, дар куҷо ҳастӣ? ҳиҷрӣ, ба ту ҳеҷ намезебад, ҳеҷ. акай ҷавҳар, чӣ гап шуд? бисёр ҳайрон ҳастам ҳиҷрӣ. чӣ хел инро ба он духтар раво дидӣ?
با خدا کیرج من مجبور هستم که اون دختر رو دوست دارم. من سنم رو تو چه خیلی گم میدنی ها هجری؟ چرا این خیلی گم میدنی ها؟ این گفت ها به تو میزبد مگر؟ این خودش حق بنده رو خوردن است نمیدونی مگر تو پسرم ها؟ یا خدایا رفته میرک اکج یا خدایا چی شد آخیر؟ البته از مناره عشق رو اعلان کردن جایز نیست. ناراحت شد مردم. بچه‌می وای بچم کو دست ماما چک تبریک میکنم. ای همه قرار درست برآوردی بچم. تو شیرین نری تو یختایی تو بچه مایی رنگ خطی هدت جانم زدی. آی هجری مجبور نبودی که دوست داشتنی مرا به همه محله بگوییم و خودم میگفتی کافی بود مرا شرمنده کردی. چی؟ بهترین سلسله فیلم های ترکی هدایت عشق و نفرت زخم دل و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. با فکر تو هم مقصد کار همین نیست؟ کلتکلس در اصل قهرمان است. زهرا باشد دختر نخابدار. فانتزیای بای داشته ای؟ تمام قبول میکنم. این فکر من است و برای این رو اثبات کردن تا حال یگان دلیل نداریم، اما پیدا میشود. یگانه دلیلی که در دستمون است هر دو اینها از پس اژدهار بدبخت میگردند. سوال به میان میاد که هر دو این چرا از پس اژدهار میگردند؟ من تنها با یک چیز باوری دارم. میدونی دین شب آدمی در قبرستان بوده انیق کرتکلس بود. سردارم مدیر شما رو میپرسد. مرا؟ همکار با چخچخ میکنی. اگه چیله رحیم چی گپشته باشه؟ نمیدونم. یک دیپلمات تاجر مهم برای سازشنامه تجارتی مهمی را امضا کردن به استانبول می آید. گروه نمیخواهد که سازشنامه امضا شود. میخواهد که برای کشتن دیپلمات نقشه بکشد. اگر پگاه اون قهرمان رو برایم برآید او را میکشم. با تو صحبت کرده بودیم. گروه ارازنده میخواهد. پروا ندارم. ای باور کن حیران میشوی. چی شد همکار؟ یک دو آدم دولتی می اومده است میگه که امروز شما محافظت میکنین. آخر باید ما کرتکلس رو دستگیر کنین. همین خودش دو روز پس ما رو میپرسه که کرتکلس رو دستگیر کردید یا نه. پرونده به عهده من. تو پروا نکن. خیر باز میبینیم. مراد کمیسر
وظیفه بسیار مخفی تو چی باشد؟ هیچ فکر نمیکنم که اژدها باشد. به خدا من صنم رو دوست می‌دارم گفتم. چه خیل می‌شود این کار؟ اکا من اونجا بودم، با گوش‌های خودم شنیدم. من سیرم این دیوانه رو دوست می‌دارم گفتی. یا خدایا من نگفتم آخر. من صنم رو دوست می‌دارم. دامل حجمی این گفتت حقیقت دارد؟ هیچ باورم نمیآید. آخر اکنون کیلت با زنده بوده است نه خود. بله زینب او را با چشمان دیده است. آن فریبگری ساختکار در بالای مزار دخترم زهرا بوده است. توبه کردم خدا، در مزارم آدم را راحت نمیگذارند. دیدی آخر کجا رفت؟ ندانم. خوش آمدی اکای کانون. من خوش آمدم ولی این کاری کرده ای تو خوب شد مگر ها؟ چی شد؟ آخر تو صنم رو دوست نمی داشتی؟ من صنم رو دوست می دارم اکای کانون. پس چرا با بالای مناره برآمده فریاد زده گفتی که سیرم رو دوست می دارم؟ اکای کانون خطا شده است. من صنم رو دوست می دارم. چه خیل خطا آخر؟ چه خیل خطا؟ همه محله درباره این گپ زده ایستاده است. باز مادرت دعوتنامه توی رو تقسیم کرده ایستاده است. اکنون من از این مشکلی چه خیل میبرایم اکای کانون. هجری تو اکنون سیرم رو دوست نمیداری؟ دوست نمیدارم اکای کانون. باید را بر وقتر نگفتی هجری قریب بود که دلم میزد میمردم. چرا تنجس اکای کانون؟ اکای کانون من اکنون دلی صنم رو چه خیل به دست میآورم. هجری آن کار آسان است، به عهده من سپار. من هر دویتان را در یک دل جای میکنم. ای جانی من، شیر بچه من. قول بیده، قسم خور. چه خیل قسم هجری، چه خیل قول. گپی ما خودش قول است. ای خدای خدا، باز قسم میخوردم. خدا از شما راضی باشد اکا جان. انشالله میشود. ای مرک چیکار کرده ایستاده ای؟ اگر کانون دیوانه فهمد که پولها رو گرفته ایم هر دویمان رو پویز میکند. نه میفهمد. نیم ساعت پس پولها را برده در جوش میمونیم. در آخر این 10 میلیون نه اکای شوکت 40 میلیون میکنه. در آخر ها یکی پولها رو از دست دهیم چی؟ تو گپ نمیفهمی ها؟ تا وقتی که ما در کانون دیوانه کار میکنیم از می دختر شما دا میتیه یگان کار کرده باید ما خود ما شیف شویم. بیدار شو. هم بسر من یگان بالا بیه کلتکیلس آمده ما رو نجات میدیه. راحت باش. تو رو نجات میدیه دو ما رو میکشد. تو زیغ نشو. من در سر قولت آمده فاتحه میخونم. گوش کن. پیش یک کزینو در آمده باید ما تورت کنیم. فهمیدی؟ برکتی بازی دیگه میشوه. ایسی رو از روی من. نترس. آن انگشترین را چه میگیرم ها؟ دقت در محله زرافشان از مکان قماربازان خبردار شدیم. شد من میروم. انا ایره بلندی تقدیر میگم. ای با چه خطه به دست بگی. چه کدی؟
جمع که پلوره. تشکر برای بازی. ما اکنون میخیزیم. همین فیلم خیستیم. سامی بیشی جوته 5-6 میلیون دیگه کار کنیم با میریم. سعید احمد بکش. بچه همه سمها رو گذاشتی؟ تیگر آرام من میدونم این عبت هم رو میبریم تزو کرال دارم اینه دست ما بسیار زور آمده است. ایوا ایوا شوخی ها شوخی ایوا ایوا ما مردیم نه مردیم زنده ایم سراسیما نشو حضرتو اینه کالیتوی بینتلی ایستا برادر تو کیستی کجا میروی؟ نزد رحیمی سوارچیک میروم. کجا؟ بلا زند برادر چی شد؟ بخدا ما ماشین نمیتونم التماس برادر رو پول مولا همه جا بگیره آش داشته ماشین نگیره که کانال ما را بخدا نمیتونم ماشین اما تنها یک ماشین داره مگر این رو بگیری بعد ما چقدر بگردیم اکی ماشین جالا بخدا خودت دفتا ماشین داری نکنم یا ماشین ما را بگیری التماس بسیار گرد نزنید کلید را دهید کلید رو گذار با بالای نیست حالا کلید رو گذاشتیم ما رو نکشم بلا بزند سمی نمون ماشین که کانال بکشن کانال پرسم هم میگم سمی مون ماشین شوکت باز که مربازی ها خدا بی شما هم که مردکای داشتگی یا ماشین همه بکشی اینجا چیکار میکنید ها؟ تو کی هستی باز؟ با من گفتن که اینجا بازی کلان است خواستم بختم رو بسنجم کمیسر مراد برای نجات دادن ما آمده است نجات میتیا این بچه اوچته یا نجات میتیا راست ترمال میبرن حالا بی دیر مانده برادر امروز بازی تمام شد تا من تمام نگویم هیچ چیز تمام نمیشه بجو شو مرکز در مکان حادثه هستم آماده اینها را برید فهمیدم سردارم علاقه تمام کانی بجویت گذار سمی تورت فایده مون کرد کمیسرم شوکت و سمی خاک پایتان شود اولا برای ما رو نجات دادن از شما منت داریم کمیسرم بعدن با بیعقلی نکنی ما و سمیرم بر زندانی کنی درست شوکت باز که مربازی کردی ها باز که مربازی کردی این چندون بار است این چندون بار است ها چه خیلی چندون بار مراد کمیسر این یکم بار است شوکت با من در باره قمار گپ نزن از راستی که سرم حالا بسیار ویران است خدا جزایت را دهد تو دیگر اصلاح نمیشوی کیرف جون وضعیت بسیار متشنج است به خدا یاردم نکنی میکشم وای شوکت تو مگر با من فایده میاری که با میزی قمار میشی به خدا همه مراتب آخرین بار آخرین بس کن شوکت از برای خدا بس کن برای نجات تو من چیها کردم همچون امام اومده آدمان را خانه کردم موشزن شده برای این برآمده موش خوردم من دیگر چیکار کنم اما تو هیچ با عقل نمیشه برادرم باز به خاطرم اومد پلهایتان را برگردانده گیرید یعنی ما رو حاضر به امنیت نمیبرید کمیسر خاموش باش پلهایی که از کنعان دیوانه گرفتید باز پس گردانید
بخشش کمیستر، ولی شما از کجا میدونید که این پولهای کنعانی دیوانه است؟ دیگر از کی میگرفتید ها؟ البته از کنعانی دیوانه. راست میگی به خدا، ما دیگه کی میگیریم؟ ایخی با شما پولا رو جمع کنیم، سمی یردان کو جمعش کنیم. بگی 100 میلیون جمعش کنیم. شد ایستید. پولهای خودتون را گیرید. زیادش حرام است.